درود بر شما و سال نو میلادی مبارک. طاهری سفر هستم با اخبار امروز دوشنبه 4 ینور. سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در عربستان سعودی ادامه دارد و بنا به گزارش‌ها قرار است امروز او مناسک حج عمره را انجام دهد. روز پیشتر از این امام علی رحمان در ملاقات با سلمان بن عبدالعزیز شاه عربستان سعودی گفته است که تاجیکستان عربستان را در جهان عرب و خاورمیانه یکی از شریکان مهم خود می شمارد و طرفدار رشد همکاری‌های دو جانبه است. در جریان این سفر رسمی امام علی رحمان میان تاجیکستان و عربستان سعودی 5 سند همکاری از جمله سازشنامه همکاری در راه مبارزه با جنایتکاری به امضا رسیده است. سفر رحمان به عربستان سعودی در زمان اتفاق افتاد که تنش بین عربستان سعودی و ایران یکی دیگر از همکاران تاجیکستان در خاورمیانه اوج گرفته است. بعدی حمله تظاهرگران به سفارت عربستان سعودی در تهران، این کشور اعلام کرد روابط دیپلماتی با ایران را قطع می کند. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز 3 ینور بعد اعلان این قرار از دیپلمات‌های ایرانی خواست در مدت 48 ساعت قلمرو عربستان را ترک کنند. بعد اجرای حکم قتل یک روحانی شناخته شیعه مذهب در عربستان سعودی، گروه از تظاهرگران به سفارت این کشور در تهران حمله کردند و آن را آتش زدند. قتل شیخ نیمر النمر خشم جمهوری اسلامی را برانگیخت و مناسبات پیچیده دو رقیب در خاورمیانه ایران و عربستان سعودی را بدتر کرد. دادگاه شهر دوشنبه گنرالی بازنشسته و معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان را که به غصب زمین متهم شده از جوابگری جنایی آزاد کرده است. در حکم دادگاه شهر دوشنبه که روز 30 دکبر صادر شد و روز 4 ینور به دست رادیوی آزادی رسید آمده است پرونده عبدالله حبیبوف بر اساس قانون عفو سال 2014 قطع شد. کمیته امنیت ملی تاجیکستان عبدالله حبیبوف را به آن متهم کرد که برای بنیاد مسجد در یکی از محله‌های مرکزی شهر دوشنبه در نزد افتوکزل شهر گوشه از زمین را غصب کرده است که با او تعلق ندارد. ساختمان مسجد بازداشته شده است و خود عبدالله حبیبوف گفته بود که پرونده جنایی علیه او غرضمندانه است. نیروهای افغان و هندی روز 4 ینور با گروه از افراد مسلح که به کنسولگری هند در شهر مزار شریف حمله کردند و واردی درگیری شدند. با گفته مقامات بعد حمله روز 3 ینور به کنسولگری کمش 2 ستیزجو در یکی از خانه‌های نزدیک و نمایندگی دیپلماتی هند در مزار شریف پناه بردند و مقاومت را ادامه دادند. 2 ستیزجوی دیگر را ماموران امنیتی کشتند. با گفته سفیر هند در افغانستان کسی از کارمندان سفارت آسیب ندیده است. رئیس ولایت بلخ حمله را کار دست دشمنان صلح و آرامی در این ولایت خواند ولی تاکنون کسی مسئولیت حمله را بر دوش نگرفته است. مقامات روسیه میگویند قیمت پتنت در بسیاری از ولایت‌ها بالا برده شد و مهاجران باید حق کار در این کشور را با نرخنامه سال 2016 بپردازند. نرخنامه نوی پتنت کاری که خدمات فدرالی مهاجرت روسیه نشر کرد نشان می‌دهد قیمت پتنت در 74 منطقه بالا رفته است. از جمله در ولایت سمره که مهاجران کاری تاجیک زیادند قیمت پتنت از 2500 روبل به 3000 روبل رسیده است. در شهر مسکو قیمت پتنت 200 روبل افزایش یافته است و 4200 روبل را تشکیل می دهد. در روسیه سال 2015 قانون‌های مهاجرت را سخت‌تر کردند و اکنون یک مهاجر را لازم می شود برای گرفتن اجازه کار در روسیه تقریباً 30,000 روبل صرف کند. نرخنامه کامل پتنت را در وبسایت azadi.org ببینید. نگینه امانقلوه از آوازخوان‌های شناخته ترانه و کلیپ نوی را با نام یاری مسافر نشر کرد که به موضوع مهاجرت مردان تاجیک به روسیه و از هم پاشیدن خانواده‌های آنها بخشیده شده است. ترانه و ویدیو را استودیوی حسینیان پروداکشن با مساعدت سازمان جهانی مهاجرت ثبت کرده است. در ویدیو روزگار یک زن تاجیک را تصویر کردند که شوهرش به مهاجرت کاری رفته و او و فرزندانش را فراموش کرده است. سازمان جهانی مهاجرت میگوید از میان صدها هزار مهاجران کاری تاجیک هزاران نفرشان بعد سفر به روسیه خانواده و فرزندانشان را فراموش میکنند. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن های همراه.